دور اون تشکیل میشه و نمیشه با کلاهک انفجاری به اون نزدیک شد. کلاهک هیت تو کیل هم به خاطر مانور HGV ها کارآمدی خاصی نداره. پس نتیجه میگیریم که فعلا خبری از راه حل و پدافندی قابل اطمینان و کارآمد برای زدن HGV ها وجود نداره. خب دوستان، به پایان این برنامه جذاب، مهم و کاربردی رسیدیم و امیدوارم که دوستان به پاسخ سوالشون رسیده باشن. خیلی ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم.